تا حالا شده 1000 بار بخوای یادت بدو ترک کنی ولی هر بار دوباره برگردی سر خونه اول؟ همه ما این حسو داشتیم. خود من بارها سعی کردم یه سری عادتامو کنار بذارم ولی هر بار یه جایی دوباره تسلیم می شدم. ولی توی این ویدیو میخوام بهت نشون بدم که چرا ما هی برمیگردیم سراغ عادتهای بدمون و از همه مهمتر چطور میتونیم این چرخه لعنتی رو بشکنیم. هممون روزای سختی داشتیم و همون موقع است که یه صدای توی گوشمون میگه آره اگه این کارو کنی حالت خیلی بهتر میشه. ما هم میدونیم اون عادت چقدر بده، مطمئنیم که در آینده پشیمون میشیم ازش، ولی بازم انجامش میدیم چون اون لحظه فقط یه چیزی میخوایم، یه ذره حال بهتر، حتی اگه موقتی باشه. شاید واقعا برای چند ثانیه، چند دقیقه یا حتی 1-2 ساعت حالمون بهتر شه، ولی بعدش چی؟ میبینیم دوباره برگشتیم خونه اول. تازه این بار حالمون بدتر شده، چون هر بار این عادت رو تکرار میکنیم مغزمون دوپامین بیشتری مصرف میکنه. از اونجایی که دفعه اول خیلی بهمون چسبیده، همش دلمون میخواد اون لذت اولیه دوباره تکرار بشه. تو اولین کاری که باید بکنی اینه که باید برنامه داشته باشی. مثلا به جای ویدیو پورن بری پیاده روی، به جای سیگار کشیدن بری مثلا دوش بگیری. میخوام یه چیزو خیلی یادت باشه. همین طرز فکر باعث شد که من دیگه سراغ اون عادت نرم. به جای اینکه فرار کنی باید روبروش بایستی. هنوز روزای سخت‌تر از اینم قراره بیاد. کسایی که قوی میشن اونایین که با درد میمونن، فرار نمیکنن. خیلی وقتا برای من پیش اومده که توی روز تعطیل از قبل تمام کارامو کردم و هیچ کاری دیگه برام نمونده. یه صدای توی گوشم میگه امیر توی این هفته ای خیلی کار کردی، خسته ای، حقته، یه بار به خودت پاداش بده. منم پیش خودم میگم آره شتو میشه، خیلی کار کردم، فقط همین یه باره، مشکلی پیش نمیاد. ولی هممونم میدونیم همین یه بار یه واقعیت دروغه. آخرش رفتم سراغ همون کاری که نباید میکردم، همون کاری که خوب میدونستم که پشیمونی میاره دوباره. مغز ما عاشق اینه که برای برگشت به عادتهای بد بیکاری و تعطیلی رو بهونه کنه، چون بیکار بودن یعنی باز بودن در برای وسوسه ها. ولی اگه همیشه خودتو با اون چیزی که ترکشون کردی پاداش بدی، انگار داری خودتو گول میزنی. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که خیلی‌ها برای ترک پورن، ترک سیگار انجام میدن اینه که اونو فقط حذف میکنن، هیچی رو نمیذارن که جایگزینش بشه. اگه تو اون جای خالی رو پر نکنی، خودش میره اون عادتی رو که ازش گرفتی پس میگیره. مثلا تو به مغزت یاد دادی که موقعی که استرس داری، بیکاری، تنهایی، میری پر نگاه میکنی یا سیگار میکشی. ولی اگه بخوای یک دفعه‌ای بگی دیگه نه نمیکشم، نگاه نمیکنم، چی میشه؟ وسوسه ها دوباره میان سراغت. بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که جایگزین سالمی پیدا کنی. وقتی جایگزین سالم پیدا کردی دیگه اون تا مشکل قبلی هم سراغت اصلا نمیان. مثلا به جای اینکه ویدیو پورن ببینی یا ویدیو صحنه دار ببینی، یه مستند ببین، یه پادکست ببین. وقتی جایگزین برای خودت آماده داشته باشی، اگه خدای نکرده با روز بدی مواجه شدی، میتونی به جای اون عادت بد جایگزینش رو انجام بدی. به همین راحتی. تصمیم گرفتن خیلی راحته. آره میگی من از فردا دیگه سیگار نمیکشم، دیگه پورنو خود ارضایی نمیکنم، دیگه گیم بازی نمیکنم. ولی اگه پشت این تصمیم یه دلیل محکم و واقعی نباشه، همه چی خیلی زود میریزه. ما شروع میکنیم چون انگیزه گرفتیم، ولی وسط راه وقتی خسته میشیم و حالمون بد میشه، اون چراهایی رو که ما رو نگه میداره گمشون میکنیم. مثلا میگی میخوام سیگار رو ترک کنم، پیش خودت میگی خب برای چی؟ به خاطر اینکه دیگران بهت گفتن یا واقعا میخوای آدم سالمی بشی؟ اگه چرایت قوی نباشه، جدا از این که به هویتت صدمه میزنی، پیش خودت میگی ولش کن، چرا خودمو اذیت کنم؟ باید چرایتو پیدا کنی و با جزئیات کامل بنویسی، یه چیزی که واقعا قلبتو بلرزونه و بهت معنا بده. مثلا میگه میخوام ترک کنم چون نمیخوام به یه چیزی وابسته باشم و یه آدم شکست خورده‌ای بمونم. و مهمتر از اون چراها رو
یه جایی بذار که ببینی، توی گوشیت، توی والپیپر دسکتاپت. این خیلی بهت انگیزه میده که مسیرتو ادامه بدی. ما خیلی وقتا برای اینکه یه عادت رو ترک کنیم با خودمون عهد می‌بندیم که آره این دیگه آخرین باره، دیگه خبری نیست از این که من این عادت رو دوباره تکرار کنم. ولی به نحوی توی اون مسیر شکست میخوریم و دوباره اون عادت رو تکرار میکنیم و همین که این چرخه تکرار میشه یه اتفاق خیلی خطرناک میفته. اعتمادمون رو به خودمون از دست میدیم دیگه. حتی اگه به خودمون قول بدیم که نه من جدیم، یه صدای توی گوشمون میگه آره جون احمد تو کارت همیشه همینه. و اینجاست که میگیم من همیشه همینم، من نمیتونم ترک کنم، من لایق بهتر شدن نیستم. و چنین باورهایی بدون اینکه بفهمیم زندگیمون رو کنترل میکنن و اعتماد به نفسمون رو ازمون میگیرن. برای اینکه دوباره بتونی اعتمادتو به خودت برگردونی یه نکته خیلی مهم هسته، اینه که قولای کوچیکی به خودت بدی و بهشون عمل کنی. ما همیشه توقعمون از خودمون زیاده، ولی تو میتونی مثلا بگی من برای امروز ویدیو پورن نگاه نمیکنم، من برای امروز خودارضایی نمیکنم، من برای امروز گیم بازی نمی کنم. و هر بار که قوله کوچیکی به خودت بدی و مهمتر از اون بهشون عمل کنی دوباره اعتمادتو به خودت جلب میکنی و باورت هم خیلی زیادتر میشه. اگه 100 بار قول کوچیکی به خودت بدی و بهشون عمل کنی دیگه اون حرفایی که میگفتی من نمیتونم از بین میرن. اگه من بیشتر وقتمو با دوستایی میگذرونم که سیگار میکشن نباید از خودم توقع داشته باشم که سیگار رو ترک کنم، چون محیطی که توش هستیم خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم رو تاثیر میذاره. ما همیشه فکر میکنیم که این ما هستیم که داریم تصمیم میگیریم، ولی خیلی وقتا واقعیت اینه که این محیط ماه که برامون تصمیم میگیره. اگه آدمای اطراف دائم دارن از همون عادت بد حرف میزنن تو به جای میرسی که این عادت رو عادی میدونی، فکر میکنی که اگه این عادت داشته باشی همیشه سالمی. چیزی که واضحه اینه که باید محیط تو عوض کنی یا حداقل میتونی خودت محیط تو بسازی. اگه نمیتونی اون دوستاتو کاملا حذف کنی باید زمانی که باشون میگذرین رو کمتر کنی. یکی از بهترین کارهایی که توی پیشرفتت خیلی کمکت میکنه اینه که الگو برای خودت پیدا کنی. کسایی مثل ایلان ماسک، الکس هورموزی، کلی آدم موفق دیگه. شب که میشه انگار یه نسخه دیگه از خودمون بیدار میشه، یه نسخه‌ای که فقط دنبال یه چیزه، دوپامین فوری، یه حال خوب سریع، یه چیزی که ما رو از خستگی نجات بده. من خودم وقتی توی اعتیاد پورن گیر کرده بودم 90% مواقعی که وسوسه میشدم شب بود و خدا رو شکر تونستم یه ترفند خیلی خوبی پیدا کنم و مسیرم رو توی ترک پورن هموار کرد. هر وقت اون وسوسه‌ها میومدن سراغم میگفتم باشه ولی امشب نه، فردا صبح زود میبینم. و وقتی صبح میشد انرژی داشتم و سقف دوپامینم بالا بود و دیگه اون وسوسه‌ها خیلی اذیتم نمی‌کردم. همین شد که کم کم این عادت رو ترک کردم. شبا خیلی خطرناکه و تقریبا تمام دوپامینمون رو مصرف کردیم و همش دنبال دوپامینه. یه کار دیگه هم میتونی بکنی اینه که قبل از خواب مثلا پادکست گوش کنی، کتاب بخونی، کلاً ذهنتو خالی میکنه از وسوسه‌های شدید. امیدوارم این ویدیو برات مفید باشه و آگاه شده باشی که چجوری دوباره توی این تله ها نیفتی. اگه یکی از عادت‌هایی که نمیتونی ترکش کنی پورنه، این ویدیو رو حتما بهت پیشنهاد میکنم ببینی.